سلام بچه‌ها، بکنم خوش اومدید. امروز میخوایم بریم یک جای خیلی باحال. فکر کنم از روی جلد این فهمیدید کجا میخوایم بریم. فشن شویی که توی مونترال کانادا و از طریق یکی از کالج‌های معروف که اسمش لسر کالج توی اینجا هست داره برگزار میشه و تمامی این کارهایی که توی این مجله بهتون نشون میدم هنر دستای دانشجوهای این کالج هست که اینا رو درست کردن و امروز دارن به نمایش میذارن. و در آخر این مجله هم یعنی در کاتالوگ هم عکس بچه هاشون که شرکت کردن هم هست و اسمشون هم هست. داریم میریم که اینو ببینیم. اگر که علاقه من به رشته مد و فشن هست این ویدیو فکر کنم براتون خوب باشه، یه ایده به دست بیارید و اگر که بخواید شرکت کنید تو این رشته، خب رشته های خیلی خوب و جذابیه که یکی از کالج‌ها که ارائه میده همین کالج لسله. میتونید تو وبسایتشون و حالا پروگرام‌هاشون رو نگاه کنید و قیمتشون رو متوجه شید و بریم با هم دیگه ببینیم. پس بچه اینجا که میبینید ما الان تو صفیم، اینجا ما اومدیم یه سری دستبند بهمون میدن که بتونیم وارد فشن شو بشیم و بعد از اینکه دستبندا رو بگیریم میتونیم در ورودی وارد بشیم و بریم شو رو از نزدیک ببینیم. پس ما همراه باشید که تیکر رد کنیم و دستبند رو بگیریم و وارد سالن بشیم. When do you want? When? Have you done your thing? Have you done your thing? Oh.
امیدوارم جاتون خالی افتر پارتیه دیگه، نوشیدنی میدن و حالا اگر که بخواید میتونید بخرید و بگم که حالا اگه از حالت وی آی پی اومده باشید نوشیدنیش هم رایگانه. همه اینا رو میتونید مثلا اگه زمان بخواید از داخل مونترال هم شرکت کنید داخل وبسایتشون میتونید برید برای فشن شو تیکتاشو از قبل بخرید و واردش بشید. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. برای من که خیلی جذاب بود و این بار دومی که دارم میام و هر سری که میام لذت میبرم. هنر دست بچه‌ها واقعا عالیه، کیف کردم، دمشون گرم و همیشه موفق باشن. شما اگه من تازه از یوتیوب پیدا کردین حتما سابسکرایب بکنید. ویدیو خیلی جذاب و باحال‌تر راجع به کانادا و تکنولوژی در راه. دمتون گرم، خدا نگهدار.